شخصی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید: یا رسول الله، نشانه های جاهل را به من بگو. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر هم نشین جاهل بشوید شما را رنج می دهد. اگر از وی دور گردید او شما را هر قسم سخنهای بد می گوید. اگر وی به شما یگان چیز بدهد آن چیز را احسان می شمارد و اگر شما به او بدهید او ناشکری می کند و اگر به او راز دلتان را بگویید او سر شما را فاش می کند، یعنی خیانت می کند. و اگر بی نیاز و مالدار شود مغرور و سرکش می شود و بسیار بدزبان می شود. و اگر فقیر و تنگدست شود نعمتهای الله را انکار می کند و پروای گناه ندارد. و اگر خوشحال باشد طغیان و زیاده روی می کند و اگر غمگین شود ناامید می شود و اگر گریه کند ناله و فریاد می زند. انسانهای نیک را غیبت می کند و اگر بخندد بسیار با آوازی بلند قهقه می زند. خدا را دوست قرار نمی دهد و قانونهای خدا را احترام نمی کند و خدا را یاد نمی کند. و اگر تو او را خوشحال کنی او تو را تعریف می کند و برابر تعریفهایش مقصد دارد و سخنهای را هنگام تعریف بر تو می گوید که در تو نیست و تعریفها را از بین می برد اگر ناراض شود و تو را به چیزهای ناروا نسبت می دهد. الله ما را از این قسم جاهلان حفاظت کند. آمین. این ویدیو را نشر کنید، شاید که به سبب یک نشر شما در دل کسی تأثیر کند و در ثواب شریک شوید. وإلى الله تعالى